سلام، خوبی؟ خیلی مخلصم. کجایی علی آقا؟ کوه دراک واقعا جای همه دوستان خالیه. واقعا لذت بردیم. خب اینجا صبح حرکت کردیم. الان طرف ساعت 6:20 است که رسیدیم و واقعا جای همه دوستان سبز. اینجا آمایدر بود، کلبه آمایدر بود. آره واقعا جای خیلی بی‌نظیریه. بیشتر میگن بابا هیدر. کسایی که تو این منطقه هستن حتما بیان. دوستایی هم که از جنوب میان، از بوشهر مثل ما میان، حتما اگه یه تایم آزادی داریم بیاین کوهنوردی منطقه رو ببینید. واقعا کلا به ست کوه اومدن اینجا رو ساختن. این واقعا فضای آره اینجا رو نگاه کنید. اینجا یه قسمتی هست ما دیگه سکو رو از علی گرفتیم. اینجا پر از شیشه های آب معدنیه که پر از آب شده. داخل زمستون جمع میشه برای این مجموعه آبیاری میشه و استفاده میکنن برای سرویس بهداشتی و درخت‌ها و چیزا. خیلی بزرگه و شاید بگم علی فکر کنم بیش از 4000 تا تخمین زده شده. بله. این منبع‌ها رو هم گذاشتن که باز آب بگیرن ازشون.